جانم. مجید جان، ایردراپ جدید که اومده خیلی خفنه، چجوریه؟ ایردراپ جدید فقط یه دونه اینترنت میخواد با یه دونه گوشی. کارش هم اینه که اینترنت رو روشن میکنی، گوشی رو میذاری کنار، خودش واسه توکن ماین میکنه. سلام رفقا، من مجید تیردست هستم و تو این ویدیو میخوایم بریم سراغ یه پروژه خیلی خفن و جالب که الان میریم توضیحاتشو با هم دیگه میبینیم و بهتون میگم. یه سری توضیحات تکمیلی داره، اونا رو کامل بهتون میگم و نحوه کارش رو هم دقیق میگم. این قسمت صفحه ثبت نامه، لینکی که براتون میذارم روش که کلیک کنیم میان داخل این صفحه و ایمیل، یوزرنیم، پسورد و تکرار پسورد. این قسمت هم که رفرال کدتونه، میایم پایین اینا رو وارد میکنیم و بعد این قسمت پایین I'm not a robot رو میزنی و بعد رجیستر رو روش کلیک میکنی. خیلی راحت اکانتت ساخته میشه. حالا اینجا به من میگه که یوزرنیمت قبلا استفاده شده، یک چند تا عدد همینجوری میذارم، دوباره روی رجیستر میزنم، میبینی رجیستر تکمیل شد. خب توی همچین صفحه میایم و اینجا کاری که ما باید انجام بدیم همونطور که بهتون گفتم فقط کافیه که نتتون رو شیر کنید با این پلتفرم و برای این کارم باید حتما یه دونه اکستنشن کروم رو نصب کنید که حالا اگر با گوشی انجام میدید حتما باید مرورگر کیوی رو نصب کنید و بعد روی مرورگر کیوی بیاین داخل این سایت و بعد این اکستنشنی که بهتون میگم رو فعالش کنید. برای گرفتن این اکستنشن هم حالا هم میتونید لینکش رو براتون میذارم، هم میتونید لینک خودش دانلودش کنید، هم میتونید روی این قسمت کانکت کلیک کنید، خودش میاد داخل این صفحه اکستنشن که گیجتون هم نمیکنه لینک زیاد. روی این قسمت اد تو کروم میزنید، اد اکستنشن رو روش کلیک میکنید و اینجا میبینید که برای ما اضافه شده. حالا اسم و شکل عجیبی هم داره، روش کلیک میکنیم و اینجا از همون میخواد که لاگین کنیم. روی لاگین میزنیم، داخل خود اکستنشن هم لاگین میکنیم و اینجا احتمالاً از همون الان یه دونه کپچا هم میخواد. خب اینه تو این قسمت اکانت ما الان کانکت شده و خیلی راحت بهش وصل شدیم. حالا نکته‌ای که داره اینه که توی این قسمت ببینید الان آی پی من آلمانه، برای همین فعلا این نرم افزار اینجا نتورک کوالیتی رو زده 0%. حالا من فیلتر شکن خودم رو قطع میکنم، یک بار سایت رو رفرش میکنم، این قسمت رو هم میبندم، این رو هم میبندم. خب مثل این که بدون فیلتر شکن این سایت برای من بالا نمیاد. حالا احتمال داره به خاطر این باشه که من با آی پی آلمان اینجا اومدم لاگین کردم، به خاطر همونم الان نمیذاره وصل بشم با اینترنت ایران. و خب نکته که خیلی مهمه اینه رفقا، یک نتورک کوالیتی دارین اینجا که این درصدش اگر بالاتر از 1 باشه که این اینترنت شما اوکی الان وصله و داره ماین میکنه، ولی اگر این درصدش مثل الان 0 باشه یعنی هیچ اتفاقی نیفتاده و هنوز به شما هیچ چیزی نداده. حالا این قسمت که today's earning اینجا چیزی که امروز ماین کردیم و اینجا هم چیزی که کلا ماین شده رو بهتون نشون میده. یه قسمت رفرال هم داره که اینجا میتونیم بریم سراغش و یه قسمت ریوارد که حالا اینجا هم فعلا چیزی نداریم. این قسمت رفرال هم که شما میتونید از این قسمت لینک رفرال خودتون رو بردارید و بذارید برای بقیه دوستاتون بفرستید تا هر کس با لینک شما اومد و ماین کرد بهتون یک سری امتیازات میده و میتونید از اون امتیاز استفاده کنید، توکنای بیشتری بگیرید. چند تا نکته دیگه هم در مورد این امتیازگیری ها و فعالیت روی این پلتفرم داریم که الان باز دونه دونه اونا رو بهتون میگم. تو این قسمت ببینید یه گزینه داره که میتونید توی توییتر هم بذارید این رو و چیز جالبیه در کل. همین رفقا، هیچ چیز خاص دیگه ای نداره. فقط نکته هایی که داره و باید در نظر داشته باشین اینه که حتما با یک دستگاه، یعنی با حالا سیستمتون گوشیتون فرقی نداره، با هر چیزی که میخواین ماین کنین حواستون باشه که اینترنتتون فقط یکی باشه. یعنی نه با یه گوشی یا 2 تا گوشی به یه اینترنت بس بشین، چون مشکل واسهتون ایجاد میشه و اگر سایت بفهمه که شما دارین دورش میزنید احتمال خیلی زیاد اکانتتون رو بند میکنه. و اینجا اگر مثل الان میبینید درصدتون 0 بود، چند بار اینو رفرش کنید، منتظر باشید تا این خودش اوکی بشه واسهتون. به هر حال این درصد اوکی میشه و واسهتون ماین رو انجام میده. تو این قسمت بالا میزنید و اینجا میبینید الان بهمون گفته که 0%، یعنی پر نتورک بیچاره و الان هیچی نداریم فعلا، ماین نمیکنه. این درصد باید بیاد بالای 1 تا ماین واسمون شروع کنه و بستگی به سرعت اینترنتمون داره ماین کردنمون. و خب وقتی هم میاد توکنا رو ماین میکنه که میشه هولوش
هر 15 دقیقه 20 تا توکن یک مقدار حجم اینترنت هم از ما میگیره در ازای اینکه اون توکن ها رو به ما میده. پس حواستون به این نکته باشه، اینکه فقط با یک آی پی و با یک گوشی برید یا با یک سیستم و مولتی نزنید، کلا چند تا اکانت نسازید که پروژه اکانتتون رو بند نکنه و مشکلی هم براتون پیش نیاد. ببین مسعود، دیگه واقعا از این راحت‌تر نداریم. خدایی اگه می‌خوای این سری توی ایردراپ شرکت کنی، یه سود خفن بگیری، فقط لازمه گوشیتو بیاری، اینترنتت هم روشن کنی، توی این ایردراپ شرکت کنی. دمت گرم که تا اینجا ویدیو با من همراه بودی. حتما کانالمو سابسکرایب کن تا از این جور محتوا، پروژه‌های ایردراپ و بازی‌های خفنی که واسط می‌ذارم بتونی استفاده کنی. موفق و مؤید باشی.